خواص برنج سفید و قهوه‌ای. برنج یکی از غذای اصلی در سراسر جهان است. برنج سفید رایج‌ترین است. برنج یکی از قدیمی‌ترین دانه‌های غلجات در جهان است و مردم حداقل 5000 سال آن را پرورش دادند. برنج یکی از غذای اصلی برای بیش از نیمه از جمعیت جهان است و حدود 90% برنج جهان در آسیای میانه تهیه می‌شود. هزاران نوع برنج وجود دارد، اما بسته به نحوه تولید آنها در دو گروه قرار می‌گیرند: سفید یا قهوه‌ای. برنج سفید رایج‌ترین نوع آن است. اگرچه برنج قهوه‌ای مزایای سلامتی بیشتری دارد، برنج قهوه‌ای در سایه‌های متنوعی از جمله سرخ، مایل به سرخ، بنفش یا سیاه قرار می‌گیرد. تولید کنندگان محصولات زیادی از برنج تولید می‌کنند، از جمله آرد برنج، شربت برنج، روغن سبوس، برنج و شیر برنج. تغذیه: برنج قهوه‌ای مزایای سلامتی بیشتری نسبت به برنج سفید دارد. هر دو برنج قهوه‌ای و سفید حاوی کربوهیدرات‌ها و مقدار پروتئین هستند که تقریباً چربی و قند ندارند. برنج پخته شده حاوی آب زیادی است. تقریباً 70% از وزن کل آن را تشکیل می‌دهد. برنج در درجه اول از کربوهیدرات‌ها تشکیل شده است که تقریباً 80% از وزن خشک کل آن را تشکیل می‌دهد. بیشتر کربوهیدرات‌های موجود در برنج نشایسته هستند. نشایسته شایع‌ترین شکل کربوهیدرات‌ها در مواد غذایی است. نشایسته از زنجیره‌های طولانی گلوکوز به نام‌های امیلوز ساخته شده است. انواع مختلف برنج مقادیر مختلف از این ترکیبات را دارند که این امر بر بافت برنج تاثیر می‌گذارد. برنج قهوه‌ای حاوی مقدار بیشتر فایبر در رژیم غذایی نسبت به برنج سفید است. 1.6 گرم در 100 گرم. هنگام تهیه برنج سفید دانه سبوس را از دست می‌دهد که حاوی بیشتر فایبر است. برنج سفید تصفیه شده و صیقل داده شده و از سبوس و جوانه آن جدا می شود. این باعث افزایش کیفیت پخت و پز و ماندگاری و سلیقه آن می شود، اما ارزش غذایی آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. گفته می شود تولید کنندگان معمولاً برنج سفید را غنی می کنند یا برخی از ویتامین ها را پس از پردازش جایگزین می کنند. برنج قهوه‌ای یک دانه کامل دست نخورده است که حاوی سبوس و جوانه می باشد که مغذی ترین قسمت های دانه می باشد. آنها حاوی فایبر، ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند. به همین دلیل برنج قهوه‌ای ممکن است حاوی فایبر و مواد مغذی بیشتری نسبت به برنج سفید داشته باشد.